اینجا شهر حصار است، قدمجوی شخصیت‌های سرشناس کشور. ما آمدیم که سیر بزنیم به قدمجوی هنرمند زنده‌یاد، مطرب چیردست، راهنمای چندین هنرمند موفق نورعلی دودربکов. بله، نورعلی دودربکов محض در همین خانه زندگی کرده است و اولین مرتبه صدای اسباب طارئی‌اش از همین خانه صدا داده است. حالا ما وارد خانه اش میشویم و محیط خانه را میبینیم که یک زمان قدم میزد، نفس میکشید، مینواخت و یک زندگی آرام داشت. این حولی که حیات استاد عزیز ما نورعلی دودربکov گذشته است و فرزندانش، عائله‌اش، نبیره‌هایش در اینجا حالا با خاطرات نیک استاد عزیز ما را به خاطر می‌آورند. هنگامی که ما با استاد نورعلی دودربکov شناخته شده بودیم، این مربی ما اویدی تربیت جسمانی که به ما گوشتین مشق میکردن فیضعلی حسینوف بود. اون کس همراه استاد نورعلی دودربکov خدمت حربی را یک جایه یعنی که در ادا کردن و به دهه ما می آمدن. در همونجا من اپای تاجینیسا هم همسایه ما میشوند. در همونجا استاد نورعلی اپای تاجینیسا رو دیده، در همونجا مهر و محبت پیدا شده، آنها خانه‌دار شدن. من صاحب این قدر فرزندها که این کلبه این وطن رو آباد کرده ایستادن. استاد نورعلی دودربکov بسیار استتیک بلند داشتن، یعنی که مدنیت بلند داشتن. طرز گپزنیشان چنان فورم بود، خیلی یک آواز مرغله‌دار. وقتی که عموما کتابخانه رو دوست می داشتن، در خاندانی که ما می رفتیم البته کتابخانه ما رو از نظر می گذراندن. ما که اینجا می آمدیم میشتیم در همین مهمانخانه که همچون خوانش بدیعی قرائت شعر رو بسیار عالی جناب، یک آواز مرغله‌دار، یا که همچون همین هنرمندان کسبی، اکتوران کسبی شعر می خواندن. اکو جهت سند سفرهای هنری ما همراه استاد در قزاقستان بودیم. در سال 1990 ما در نوروز دوسی در شهر الماتا در قزاقستان، خب زنده سرایی بود، زنده سرایی بود. مطربان می نواختن، ما سرود می خواندیم، یعنی 4 سرودی خواندیم. من استاد نورعلی دودربکov بسیار همان وقت در انسامبل پدیده راهبری ما بودن، راهبری موسیقی. من حیاتای مومین و هنرمند بودیم. استاد در خانه رادیو در انسامبل زیبا بسیار کار کردند. آهنگ‌های بسیار جالب ایجاد می‌کردند، بسیار آهنگ‌هایشان دلچسب بود. من به نازی که لیلی به محمل نشیند، غمش در نهان خانه دل نشیند. بسیار نوازش‌هایشان دلچسب بود. تمامی اسباب‌ها رو می‌نواختند، سرود می‌خواندند، آهنگ‌های ایجاد می‌کردند. عموماً استاد دانش بلند داشتند، بسیار کتابخوانی را دوست می‌داشتند. من حالا فرزندانشان، من کسب آنها رو من طاهر جان دوام داده ایستادی‌اند. در همین مهمانخانه ما همراه استادان عزیز، استاد ظفر ناظیموف، مرادبک نصرالدینوف، احمد جان محمدیوف، محمد سعید احمدوف، کامل جان غنیوف، حسین نصرالدین، در همین جا در همین مهمانخانه نشستگی بودیم. بسیار محفل های شیر و شکر میگذشت. هم
وقتی در خاندان هنرمند باشی به هنر نمی شود، هنرنمایی می شد. این حجره که شما میبینید این حجره خوابی پدرم است. ما هر شب با پدر در این حجره می نشستیم، اسباب‌هایشان را استفاده میکردیم، آهنگ ایجاد میکردیم. این اسبابی که شما میبینید اسبابی دو ترباس نام دارد. این بسیار اسبابی دوستدار پدرم بود. پدرم با این اسبابی دو ترباس بسیار سفرهای خارجه کرده است. از این اسباب در تاجیکستان عزیز ما بسیار است، ولی پدرم خودشان نقل میکردند که این اسباب بسیار اسباب به همتا است، بسیار صدای فورم دارد، هر کس هم این اسباب را نواخته نمیتواند. با این اسباب بسیار سفرهای هنری کردم، از این خاطر این اسبابشان را بسیارتر دوست می‌داشتم پدرم. این جوانی که شما می‌بینید این جوانی پدرم است. در این جوان همه سر و لباس‌هایی که پدرم با کنسرت‌ها می‌پوشیدن می‌رفتن، با کار هر روز می‌رفتن. تا هنوز ما این لباس‌های پدر را از این جوان دور نکردیم که به خاطر که بوی پدر از خاندان گم نشود. همگان خوب می‌دانیم که موسیقی یک قوای بی‌واسطه معنوی است که روی انسان را نوازش می‌کند و البته موسیقی می‌تواند انسان را تربیت کند، روح انسان را نوازش کند. موسیقی می‌تواند آدم را دلش را به زندگی بیشتر گرم کند، ولی موسیقی را کی می‌نوازد؟ مطرب. و نورالی دودربیکوف واقعاً هم بودن از طایفه همین گونه مطربانی که بسیار نوازشی سطح بلند کسبی داشتند. شیردست بودند و در برابر مشاق بودند، همچنین آهنگساز بودند، آهنگای بهترین اجرا کردند، آهنگای بهترین را آفریدند و بسیاری از آوازخوان‌های معروف کشور با مانند سبحان سعید، با مانند حیات‌های مومنه و نگینه منقال و با مانند خود من و دیگر از همان گنجینه بی‌بهای استاد نورالی دودربیکوف وسیع استفاده برده ایم، یعنی که از آهنگایشون اجرا کرده ایم، سرود خوانده ایم و واقعا یک شخصی به همتا بودن، بسیار مهربان بودن. اصلا اون نفری که با موسیقی سر و کار دارد نمیتواند آدمی بد شده باشد. استاد نورالی دودربیکوف بسیار در همین راه صنعت شخص فدایی بودن. وقتهای بیکار می شدیم، غیر از این من همین بختیار مردانوف، خالمراد تقایف بسیار رفته یا کارم نباشد در یک خانه نشسته مشق میکردیم، آهنگ‌های مشق میکردیم، سه طلب بودن. مخصوصا در جایهایی که آنها کار کردن همه مثال از مدنیت بلند، از هنر اون کس همه ریزو بودن. تمام هنرمندایی که من در خانه رادیو کار کردن، هم در انسامبل دریا، هم در انسامبل زیبا، خب هم در اتحادیه جمعیت تئاتری، انسامبل پدیده، گنجینه،
در همه جا هنری بلندی کسبی خود را نشان میدادند. مخصوصا در گنجینه راهبر موسیقی بودند. در همان انسامبل گنجینه که اولین بار انسامبل اتنوگرافی فولکلوری که تشکیل شدگی بود با راهبری استاد هنرمندی مردمی تاجیکستان استاد ظفر نازیموف بهت خدمت‌های شایان در ساحه صنعت کردن و شاگردان بسیاری رو یعنی که تربیت کردن و همون هر یک اسبابی که می نواختن روباب، دوتار بس، تار، دومره و دیگر اسباب ستار، روباب بدخشی با یک مهارت بلند اجرا میکردن. استاد نورعلی دودربеков این اسبابی که استاد менавохтанд дар оркестрҳои созҳои миллӣ истифода мешуд, лекин дар ансамблҳои созҳои миллӣ ин асбоб тамоман истифода бурда намешуд. ана якумин шуда استاد додарбеков ин асбобро дар ансамблҳои созҳои миллӣ ворид намуданд ва бисёр навозандаи хуб ҳастанд. мо бисёр чизҳоро аз устод омӯхтагӣ ҳастем. استاد نورعلی دودربекова аз давраҳои ҷавонӣ мешиносам, медонам. бо ҳам ҳамкорӣ мекардем, бо ҳам дӯстӣ доштем, бо ҳам эҷод мекардем. як инсоне буд ки бадоҳатан ҳатто шеърам мегуфту, шеъри бисёр медонист. ана ва бадтар ба оҳангсозиам машғул шуд ва ба ин чизам муваффақ шуд. пайваста ман мушоҳида мекардам ки чӣ гуна вай интихоби матн мекунад ва ба ин матн оҳанг мегузорад. ин қадар интихоби воло дошт, чун худаш шеърро бисёр баланд мефаҳмид. сатҳи чӣ мегӯянд дониши маънавияш бисёр баланд буд. ва استاد نورعلی دودربеков дар баробари оне ки бо бисёре аз ҳунармандони маҳбуби кишвар ҳамкорӣ кардааст, ҷовидон нозимов, устод зафар нозимов, аҳмадҷон муҳаммадӣ ва дигар пайваста боз чӣ мегӯянд дар ҳамин минтақае ки зиндагӣ карданд, яъне ки дар шаҳри ҳисор шогирдони зиёдеро ба тарбия расониданд. шогирдони зиёде рӯи саҳнаи ҳунар омаданд маҳз бо сабаб шудани استاد نورعلی دودربеков. و البته همه این شهادت آن را میدهد که در خاندانی که موسیقی حکم فرماست جز شعر و آهنگ و ترانه و مثلا نوای دلانگیز چیزی دیگری نیست. و این البته خوشبختی همون خاندان است که چنین شخصیت سلطان آن خاندان بودند. و نورعلی دودربеков که چند سال سال اخیر در همین بخش فرهنگی شهر حصار نیز کار و فعالیت کردند، به حیث راهبر موسیقی بودند. در بسیار آزمون‌ها به حیث رئیس حکمان فعالیت می‌کردند، چون موسیقی را خیلی بلند می‌فهمیدند و استعداد را از غیر استعداد می‌توانست که فرق کند. وقتی که با هم کار می‌کردیم مصلحت‌های مفید می‌گرفتیم، مصلحت‌های به ما می‌دادند که مثلا در ساختن اینیان آهنگ برای ما سببگار می‌شد و چی می‌گن همون مجرای ایجاد ما را یعنی که راهنمایی می‌نمود. البته نبودنشان احساس می‌شد و این یک تلفات بزرگ بود برای اکثریت آن نفرانی که با موسیقی سر و کار دارند، با آهنگ سر و کار دارند. و البته جای استاد همیشه در قلب ما خالی است. ولی هنرمندان امثال نورعلی دودربеков
نمیرندند آنها به ابدیت میروند. شعر یا سرود زمان گوشنواز می شود که آن را با اسباب‌های موسیقی آمیزش داد. سرود یا موسیقی زمان گوشنواز می شود که آن را از دل سرود یا نواخت. نورعلی دوداربکوف زمان حیاتش برای ما بهترین آهنگ‌ها را باقی گذاشت که همواره یادش می‌کنیم. یادشان گرامی باد.